سرتاپای این زیارت که به زیارت عاشورا مشهور است، وقتی خوانده می شود گواهی می دهد که در دوران عباسیان پدید آمده است. روایات شیعه البته می گویند که املاء یکی از پیشوایان است، از امام پنجم شیعیان رسیده است که باز هم متعلق به قرن دوم است که در دوران عباسیان واقع می شود. روح انتقام جویی که در این زیارت موج می زند و نشانه هایی که از نزدیک بودن وقوع این حادثه در این زیارت به چشم می خورد، همچنین انتظاری که جامعه شیعیان برای ظهور یک امامی برخاستن و قیام پیشوایی دارد که انتقام از کشندگان و پدید آورندگان واقعه کربلا بگیرد، همه اینها گواهی می‌دهد بر اینکه این دعا یا این زیارت در فاصله نزدیکی از وقوع واقعه کربلا پدید آمده، نوشته شده و در دسترس شیعیان قرار گرفته و بر وفق مضمون آن عمل شده است. خواه املاء امامی باشد و خواه نباشد، محتوایی است که نشان دهنده طرز فکر و توقعات و انتظارات یک جامعه مظلوم و شکست خورده و زیر دست شده است که می‌خواهد دوباره به پا خیزد و ظالمان و قاتلان رو به جای خود بنشاند و روز نیک ببیند و به قول مولانا آب نیک از جویبار روزگار بخورد. چنین آتشی، چنین انتظاری در این زیارت موج می‌زند. واقعه این است که زیارتی به ما رسیده است که اقلاً 1200 سال عمر دارد و همواره مورد توجه جامعه شیعیان بوده است. از این طریق هم دل خود رو گرم می داشتند، هم چشم خود رو نمناک می داشتند و هم حقانیت خود رو بر خود اثبات می کردند، بطلان مخالفانشون رو اعلام می کردند و حسرت انتقام خود رو بر زبان می آوردند و آرزومند روزگاری بودند که دست آنها باز شود و بتوانند از قاتلان و دشمنان امام حسین انتقام بگیرند، اون قتل رو جبران کنند و مخالفان رو به جای خودشون بنشانند. این اکو، طنین این صدا تا روزگار ما هم به گوش می‌رسد. شما در شاعران زمان ما به شعرهاشون اگر نظر کنید، بگذاریم از پاره واعظان کم سواد که این سخنان رو بر منابر تکرار میکنند، اگر من وقتی در اوائل انقلاب به شعر یکی از شاعرانی که شدیداً دستگاهی و درباری بود و هست و اکنون امیر الشعرای دربار جمهوری اسلامی است به نام آقای علی معلم دامغانی، وقتی که گوش می‌کردم طنین این زیارت رو می‌دیدم. از پا حسین افتاد و ما بر جای ماندیم، زینب اسیری رفت و ما بر پای ماندیم. منظورش این بود که دستی نگشودیم، انتقامی نگرفتیم، دشمنان رو به جای خود ننشاندیم. حقیقت این است که این معنا در روزگار ما بیشتر و غلیظتر هم شده است. شما اگر به نوحه‌خوانی‌های 50 سال پیش، 100 سال پیش مراجعه کنید که پاره‌ای از آنها رو ما به گوش خودمون شنیدیم، پاره‌ای رو هم در کتاب‌ها و رسالات اون دوران خوانده ایم، این حس انتقام در آنها چندان آشکار نبود، زبانه نمی‌کشید. بیش از همه ذکر مصیبت بود، بیان عذاب بود و ماتمی که بر جامعه شیعه و پیشوایان آنها رسته است و از این طریق می‌خواستند که خود رو سزاوار پاداش الهی کنند و از او ثواب بگیرند. اما به تدریج به انقلاب که نزدیکتر شدیم و پس از انقلاب این آتش دوباره در دلها زبانه کشید و این معنا بیشتر بر زبانها آمد و رفته رفته بدل به یک فرهنگ همگانی شد که بهتر است
اون رو بشناسیم و در صورت ناروا بودن از دلمون بزداییم. ما با اهل سنت خب هم عقیده نیستیم، اختلاف نظر داریم. این اختلاف نظرم حل نشدنی است، برای اینکه اگر میخواست حل بشه این 1400 ساله حل شده. این قصه امام حسین و واقعه عاشورا وقتی رخ داد که هنوز سنی و شیعه اصلا متولد نشده بودن، این تشکل فکر شیعی و فرقه شیعی و تقابلشون با اهل سنت متعلق به یک قرن و نیم بعد از ایناست. هیچ کسی اون موقع چنین تلقی نداشت که سنی ها اومدن شیعیان رو کشتن، مثلا این چنین چیزی نبود اصلا. و تنظیر این واقعه و تمثیل او فی‌المثل با اختلافاتی که بین کاتولیک ها و پروتستان ها بود که واقعا از موضع کاتولیک بودن پروتستان ها رو میکشتن، اون قتل عام بارتولومیو و اینها رو پدید آوردن، چنین چیزی نبود، یه واقعی بود. و البته در اصل هم همچنان که گفتیم امام حسین هم قیامی نکرد علیه دستگاه حکومت، ولی به هر حال ظلمی بر امام حسین و خاندان او رفت. خلاصش این که این نزاع میان اهل سنت و شیعه علی الظاهر غیر قابل حل است، به این معنا که هوس این که ما سنی بشیم، سنیان شیعه بشن نباید. ما مخالفان عقیدتی خودمون رو نمیتونیم محکوم کنیم، نمیتونیم لعن بکنیم، نمیتونیم تقبیح بکنیم. بله جانیان رو، جنایتکاران رو، ستمکاران رو چرا محکوم میکنیم و تقبیح میکنیم و لعنت میکنیم. اون چیزی که در میان شیعیان رخ داد با کمال تأسف این بود که مخالفان عقیدتی خودشون رو مورد لعن قرار دادن. البته من نمیگم که در طرف مقابل رخ نداد، ولی ما چون با جامعه خودمون داریم صحبت میکنیم، من این رو اکنون در اینجا عرض میکنم که کسانی رو که ما نمیپسندیم، کسانی رو که عملشون رو قبول نداریم و بالاخره پیشوایان یک فرقه دیگری هستند، ما بیایم و اونها رو محکوم کنیم و از این طریق بذر کینه‌ای رو بکاریم که تا امروز هم ادامه پیدا کرده است و بعد هم بیایم و بر مبنای او یک متافیزیک بسازیم اصلا که نه تنها ما دشمن اونها هستیم، خدا هم دشمن اونهاست، خدا هم اونها رو لعنت میکنه، ملائکه هم اونها رو لعنت میکنه، عمل اونها پذیرفته نیست، بهشت جای اونها نیست و بسی بیش از اینها که یکی پس از دیگری ساخته شده است و متاسفانه امروز جزو میراث این اندیشه شیعی ما قرار گرفته و بعد هم در زیارتنامه ها آمده، در دعاها آمده و یکایک نقض ما با اونها شستشو شده است. حالا بعد از همه این حرفا در واقع نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم این است که واقعه عاشورا نباید به ما نفرت افکنی رو یاد بدهد. این چیزی بوده که تا حالا یاد داده شده است، این رو ما باید پاک کنیم. واقعه عاشورا متاسفانه دستاویزی شد نه فقط برای محکوم کردن قاتلان، بلکه برای محکوم کردن همه اون کسانی که عقیده غیر شیعی داشتن و از طریق لعن کردن قاتلان و جانیان و پدید آورندگان حادثه کربلا همینطور رفتن عقب گفتن خب چرا بنی امیه پدید آمد؟ چون ابو سفیان بود دیگه. یادشون رفت که ابو سفیان رو خود پیغمبر بخشید و دستشو باز گذاشت. رفتن عقب و گفتن چون از همون ابتدا این خلافت رو غصب کردن و یک جاده انحرافی در اسلام زدن، جلوی روی اهل بیت ایستادن، خلاصه رسید به واقعه کربلا و دستی چیزهای دیگه. هم تحلیل تاریخی ناسوابی است برای اینکه یزید خودش صریحا میگفت که من از پیامبر نگذشتم و اون کشتاری که از ما کرد من بعد انتقام او رو بگیرم. خب این دور باطل انتقام همینطور آغاز شد دیگه. گفت لست من هند فإلم انتقم من بنی هاشم ما کان فعل. گفت من پسر پدرم نیستم اگر از بنی هاشم انتقام نگیرم. پیامبر توی جنگ بدر خیلی از ماها رو کشت، اون خون و حسرت انتقام اون خون با ما باقی مانده است و من از حسین از نواده پیامبر حالا امروز انتقامم رو گرفتم. همین انتقام جویی
که در واقعه عاشورا موج میزد بعداً به وارثان هم انتقال پیدا کرد. یزید گفتن که شاعر بود، شعر میگفت و از او نقل شده است که وقتی که در دربار خودش در دمشق نشسته بود و سرهای اسرا رو آوردن و سرهای شهیدان رو، میگوید که این دو تا بیت شعر رو از او نقل کردن که لما بدت تلک الرؤوس و اشرقت تلک الشموس علی ربا جیرونی نعب الغراب فقلت نه او لا تنه فلقد قضیت من النبی دیونی. وقتی که سرهای شهیدان آشکار شد، یک کلاغی ناگهان بانگ زد. بانگ زدن کلاغ رو به فال بد می گرفتن. گفت کلاغی بانگ زد، من گفتم بانگ بزنی یا نزنی، من طلبم و از پیغمبر وصول کردم. انتقامی که میخواستم بگیرم گرفتم. این انتقامی که در دل یزید و در دل بنی امیه موج میزد علیه بنی هاشم و قصه قبیلگی بود، قصه فرقه‌ای بود و اینا بالاخره وقتی که زوری به دست آوردن، اعمال کردن، متاسفانه ریشه‌ای شد، درختی شد که با انتقام جویی‌های بعدی آبیاری شد. اگر اینا فردی بود اشکالی نداشت، بین دو نفر چیزی میگذشت، حالا آیا به کام میرسید یا نمیرسید تمام میشد. اما وقتی که این سراپای یک فرقه دینی و آیینی رو فرا گرفت و بدل به یک ایدئال شد، یک ایدئال تاریخی، این اون وقت فتنه می آفریند، این اعوجاج و انحراف می آفریند و این هر روز کینه ها و نفرت های خودش رو تولید می کند و از این طریق در واقع تخم دوستی و محبت رو از میان بر می دارد و تخم عداوت به جای اون می نشاند. این چنین است که از واقعه عاشورا در طول تاریخ یکی انتقام بیرون کشیده شد، یکی نفرت. اون هم نه فقط این نفرت انتقام متوجه جانیان و پلیدان شد، بلکه متوجه کل فرقه‌ای شد که اینها رو به اون فرقه منتسب می‌دانستند. این اون درسی است که ما نباید بگیریم، این اون چیزی است که ما باید فراموش کنیم، این اون بخش تاریخی مسئله است. و این که ما امروز هوس کنیم که یک امامی بیاد، یک پیشوایی بیاد و انتقام اونها رو بخواد بگیره، از کی بخواد بگیره؟ اصلا این دعا رو ما امروز میخونیم چه معنا داره دیگه؟ من خودم گاهی این زیارت عاشورا رو میخونم، نه که نخونم، هر سال عاشورا میخونم، ولی بخشایش رو نمیخونم، واجب که نیست همه بخشایش رو بخونم، فقط اون تکه هایش که متضمن دعاست میخوانم که خدایا حیات ما حیات محمد باشه، ممات ما ممات محمد باشه، سرشار از اون پاکی ها، نجابت ها، طهارت ها، شجاعت ها، استقامت ها، قرب به خدا. این دعا فوق العاده نیکوست، فوق العاده دلنشین است. اما در کنارش این که انسان دعا کند که خدایا به من توفیق بده که من در رکاب یک فرمانده جنگی انتقام امام حسین از کی بگیریم امروز؟ کیان کشنده های او؟ کجان؟ مگر اینکه یک دشمنای خیالی درست کنیم بریزیم سر اونا. همون بازی که بعضیا دارن در میارن، همین تعصب هایی که میان فرقه ها پدید آمده است با کمال تعصب و همین چیزا اون آتش ها رو تیزتر میکنه. یه وقتی شاید اینا معنا داشت، یه وقتی شاید اون کشندگان هنوز در اطراف بودن، هنوز خودشون، خانوادهشون، چه میدونم وارثانشون، بالاخره یه معنایی داشت که یک کسی بگه که اینا رو ما میخوایم از صحنه زمین برداریم، حالا حق یا باطل. ولی امروز به طور کامل این موضوعیتش رو از دست داده، دیگه معنا ندارد که آدم حرف رو تکرار کنه. وقت آخرش این میشه که یا بریم جنازه خلفا رو مثلا بعد از صدها قرن از زمین در بیاریم و به دار بزنیم، یه چنین اندیشه های عوامانه‌ای، و یا اینکه دشمنان خیالی بتراشیم و به خیال خودمون انتقام امام حسین رو از اونها بگیریم و فکر کنیم که داریم این درخت تناور دین رو آبیاری میکنیم. هیچ کدوم اینها نیست. الان ببینید خوشبختانه به تدریج ما به این ریالیزیشن، به این تشخیص رسیده ایم. خب شیعیان واقعا از این جهت کارهای بدی میکردن، زن پیامبر عایشه رو لعنت میکردن. خب ما قرنها این کار کردیم دیگه، اسم دخترامون که عایشه نمیذاشتیم، مثلا عایشه میان ما فوش بود، گاهی به یک کسی میگفتن ای عایشه، یعنی خلاصه یک کلمه منفی بود، مذمت آمیز بود.
و همسر پیامبر رو لعن میکردیم. چرا؟ برای اینکه معتقد بودیم یه کارایی کرده که ما قبول نداریم، حالا هر چی بوده هر کاری کرد. تازگی‌ها داریم پی میبریم. اخیراً هم رهبر جمهوری اسلامی فتوا داد که لعن کردن عایشه حرام است، که خیلی از اهل سنت هم تحویل گرفتن، گفتن خب این سخنی است. ولی چرا بعد این سخن‌ها حالا بیاد بیرون؟ این مصلحت اندیشی ها چرا امروز باید صورت بگیره؟ این چیزهایی که در تمام قرون ما به این مصالح احتیاج داشتیم. جهان بینی دینی ما به هر حال باید فرق بکنه. ببینید یه وقتی شیعه میگفت بنده حقم و اهل سنت باطل مطلقا و نماز بخونن روزه بگیرن آخرش جهنمیان چون ولایت ندارن. خیلی راست اونو میگفتن دیگه. حالا هم میگن ما در ایران توی ستاد انقلاب فرهنگی که بودیم مشکل داشتیم سر این که برای اهل سنت توی جامعه خودمون چیکار باید بکنیم، چی باید بنویسیم. مسائل عجیبی مطرح بود. علمای ما مثل اینکه دربان جهنمن. میگفتن بله اهل سنت حد اکثر جهنم نمیرن، اما که شما بکنید بهش میره اون دیگه نه. برای خودشون این شأنها رو یه عده‌ای که واقعا معتقد بودن اونا جهنمیان. این اعتقادات وجود داشت دیگه، وجود داشت که کتابای بزرگترین علمای ما نوشته شده. شما نگاه نکنید ما اینجا الان آزادانه تو این زمینه‌ها سخن میگیم. تو مساجد ایران حرفا رو نمیشه زد، در مقابل علمای ما این حرفا رو نمیشه زد. بنده صریحاً از منبر آقای رو شنیدم، نمیدونم این روایت پوسیده رو کجا گیر آورد و اصلا کی تونسته بود این رو فرمود. امام رضا وقتی میرفت سجده به طوری که کسی نشنود عمر رو لعن میکرد. آخه مرد مومن امام رضا اولا کی اینو گفته؟ بعد کجا بوده اونجا؟ اون که نشنفته پس چی رو میگه؟ با این روایت ها دل مؤمنین رو به خیال خودشون شاد میکردن و یه درس نفرت و کینه هم به اونها، یه دین عوضی یادشون میدادن. من اصلا از درس کینه و نفرت عبور، این دین عوضی است، این دینداری عوضی است، باطل است، انحرافی است که شما غیر خودت رو همه رو مغضوب خداوند حساب بکنی. این چه جور درکی از خداوند است؟ این چه جور درکی از رحمت خداوند است؟ فرق دارد این که ما از واقعه عاشورا درس عشق بگیریم، درس فرافقهی، اعمال فرافقهی بگیریم، درس ایستادگی و مروت و شجاعت بگیریم، این یه درس است. یا اینکه درس انتقام بگیریم، درس نفرت بگیریم، درس این رو بگیریم که خودمون در حق خودمون رو راسخ بدانیم و دیگران رو 100% باطل بدانیم. درس این رو بگیریم که ما فرقه برگزیده خداوندیم و دیگران همه از چشم خداوند افتاده اند. این هم یه جور درس گرفتنه. این دوتا درس با هم خیلی فرق دارن. یا درس‌های انحرافی خرافی بگیریم که با خوندن یه زیارتی گناه‌های ما ولو به مردم زور گفته باشیم، باج گرفته باشیم، همطور راحت آمرزیده می‌شود. اینا جزو همون خطهای باطلی است که خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. سخن من تمام است. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله.